در روانشناسی مفهومی هست به اسم اثر اسب وحشی. این مفهوم شرح میده که وقتی اسبای وحشی در آفریقا توسط خفاش‌ها گزیده میشن، به شدت وحشت میکنن. برای فرار از گزش اونقدر میدوند تا از شدت خستگی از پا میافتن. در واقعیت خونی که خفاش‌ها از اسبا میگیرن جزئیه و کشنده نیست. چیزی که باعث از پا در اومدن اسبا میشه، واکنش شدیدشون به اون زخمای سطحیه. زندگی 10% چیزیه که برات اتفاق میفته و 90% طوری که تو واکنش نشون میدی. یادت باشه کشتی‌ها به خاطر آب اطرافشون غرق نمیشن، به خاطر آبی که بهشون نفوذ میکنه غرق میشن. کل آب اقیانوس هم نمیتونه یک کشتی رو غرق کنه مگه اینکه بهش نفوذ کنه. اجازه نده اتفاقاتی که اطرافت میافتن بهت نفوذ کنن و از پا درت بیارن. اگه رشد رو دنبال نمی‌کنی، احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمی‌بینی. ولی اگه این کار رو انجام میدی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.